پرست چاییده، یعنی خودشو زده به مریضی که نیاد اینجا. اوضاع یه طوریه که جواب دادن به سوالات دستفرمون استراتژیکی میخواد. از قدیمم گفتن کار هر خر نیست خرمن کوفتن، استراتژیست کار اهل فن. یه سری گفتن که کار مرحوم عبوی است و خود من. به هر حال بخت و اقبال بهتون رو کرده، این سیل استراتژی همینجوری ریخته تو سالن به جای حرفای صدمنگی قاز یه مشنگ گوش تلخ. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو زندگی با بعضیا باید با قانون قایم موشک برخورد کرد. یعنی باید بهشون گفت من چشم میذارم تو فقط گم شو. ولی به هر حال شرکت من توی این برنامه قیمت خودشو داره، شرط داره. اولا که زود تون سری باشین، بعدم که راجع به انتخابات و این که آق محمود و نمیدونم اون یارو رنگ مشنگی چه گلابی به مهندسی مقام عظما زدن سوال موال نباشه. وضعیت بشار هم به کسی مربوط نیست. راجع به مالکی هم مگه فضول بردارین که سوال میکنین؟ حاجی مصلحی هم فقط برای گردش نوروزی رفته بود اونجا. مقام عظما هم هیچ نگرانی از این که مالکی کله پا میشه یا نشه ندارن. عرضم به خدمت شما که دیگه بریم سر سوالا دیگه. تو سوال بکن، اما تا این داره سوال میکنه اون چارتا، یعنی قرقی و اون یارو بای بای و نمیدونم مرقاتی و اسقاطی و اینا، شما عقلاتون رو بریزین رو هم یه سوال بکنیم بعد از اینکه این سوالشو کرد. خب تو بپرس. درباره اسمگذاری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، تو اقتصادیش که هنوز تو ماه اول هستیم دلار شده 3650 تومان. چرخ تحریم های جدید هم که راه افتاده. تو سیاست خارجی هم فاجعه آلماتی پیش اومده. تو سیاست داخلی هم که پاچه هر کاندیدای لا دندون اون کاندیدای دیگه است. بالاخره اسمگذاری چی میشه؟ نه تو اسمو ولش کن، اسم اومد نیامد داره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که یکی اسمش بارانه بود. گفتش که روزی که به دنیا اومدم هوا بارونی بود، پدر مادرم اسممو گذاشتم بارانه. مشنگه گفت شانس آوردی هوا آفتابی نبود، اسمتو بذارن آفتابه. میخوام بگم که بی خیال اسم بذاری. مقام با همینجوری یه چیزی گفته دیگه. تو بگو ببینم. تو نه اون چهار تا نه هنوز. تو بگو. آیا دکتر چرا در مورد انزوای نظام قوقا سالاری میشه؟ مگه چه خبره؟ یه کویت هواپیمامونو برگردونده، یه مصر پروازا رو لغو کرده، ترکیه و یمن هم یه حرفایی زدن، یه قطعنامه هم این مجمع عمومی علیه اون تصویب کرده با چند تا تحریم جدید. باقیش که جدید نیست که. یا ساندیش زده این تیکه های خاکستری مغزتو شسته برده با خودش، یا نمیفهمی انزوا یعنی چی. رفتی تو مجمع عمومی ملل متحد نشستی، همه کشورهای دنیا یه رأی میدن، تو و بشار و کره شمالی یه رأی. خب آدم میخواد موزایی گاز بزنه از عصبانیت و بدبختی، فهمیدی یا نه؟ از نظر استراتژیکی انزوا از دندون درد بدتره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو دندونش درد میکرد، رفت پیش دکتر، گفت دکتر جون همه دندونامو بکش جز این یکی که درد میکنه که خیلی اذیتم کرده. دکتر گفت خب چرا؟ گفت میخوام مثل سگ تنها بمونه. در مثل مناقشه نیست. مقام عظما کجا، سگ کجا؟ هر بسیجی میتونه یه چند تا فرق بینشون پیدا بکنه. به هر حال ولش کن. حالا نماینده شما چهار تا که عقلات رو ریختی رو هم یه سوال کنه ببینم. در مورد آلماتی چرا صحبت از شکست میکنی؟ ما که 42 شکست خوردیم هیچی نگفتیم. این دفعه هم صبر کنیم، شاید نماینده برن کشورشون به یه راه حلی برسن. این یعنی جمع عقل چهارتایی شما با هم بود، اونم بعد از این همه توجیه و آموزش. اینقدری که من به شما رسیدگی کردم، اگه به بوته شلغم میرسیدم الان هلو میداد. اون که بعد از 40 دور مذاکره میگه حالا برم کشورم بعدا شاید صحبت بکنیم، شما معنیشو نمیفهمید. به یارو گفتن امتحان رانندگی قبول شدی یا رد شدی؟ گفت بعد از اینکه موقع امتحان ماشین رو چپ کردم هنوز افسره از کوما نیومده بیرون که بپرسم قبول شدم یا ردم. آی دکتر ببخشید، بهتر نیست منتظر دور بعدی مذاکرات بشینیم؟ مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به یکی گفتم برو خبر مرگ پدر یکی رو بهش بده. این مشنگ زنگ زد خونه طرف، گفت بابات خونه است؟ پسره گفت نه شب میاد. مشنگم گفت ارواح عمت بیشین تا بیاد. حالا شما چهارتا با یه سری دیگه مثل خودتون بشینین تا جواب مذاکرات بیاد.
تا اینا نشستن منتظر که جواب بیاد ما بریم دنبال کاروبار خودمون. عزت زیاد.